بسم الله الرحمن الرحیم. در این فیلم ما قصد آموزش الگوریتمی به نام الگوریتم دایجسترا یا دایکسترا رو داریم. ابتدا معرفی کلی اون میپردازیم. این الگوریتم یکی از الگوریتم‌های پیمایش گرافه که در گراف‌های با وزن مثبت کارایی و کاربرد داره. به این صورت که با تشکیل درختی میتوان کوتاه‌ترین مسیر رو از رأس مبدأ به همه روز و از رأس مبدأ به رأس مقصد رو پیدا کنید و با پیدا شدن این مسیر الگوریتم متوقف میشه. این الگوریتم مشابه الگوریتم پریمه، اما اگر یال با وزن منفی داشته باشیم این الگوریتم درست کار نمیکنه و بایستی از الگوریتم دیگری نظیر بلمنفورد استفاده کنیم که پیچیدگی زمانی بیشتری رو نسبت به دایجسترا داره است. روند الگوریتم دایجسترا همونطور که مستحضر هستید به این صورتی که ابتدا یک رأسی به عنوان رأس مبدأ انتخاب میشه و سپس مجموعی S که شامل رؤوس گراف هستش معین میشه. در ابتدا این مجموعه تهیه و با پیشرفت الگوریتم این مجموعه شامل رؤوسی میشه که کوتاه‌ترین مسیر به آنها پیدا شده. مرحله بعدی رأس مبدأ با اندیس 0 در داخل S قرار داده میشه و همچنین برای رؤوس خارج از S اندیسی معادل طول یال به اضافه اندیس رأس قبلی در نظر گرفته میشه. اگر رأس خارج از مجموعه دارای اندیس باشه اندیس جدید کمترین مقدار از بین اندیس قبلی و طول یال به اضافه اندیس رأس قبلی میشه. مرحله بعدی از رؤوس خارج مجموعه رأسی با کمترین اندیس انتخاب شده و مجموعه S اضافه میشه. این کار را دوباره از مجموعه قبلی مراحل یعنی از مرحله 4 ادامه میدیم تا رأس مقصد وارد مجموعه S بشه. در پایان اگر رأس مقصد دارای اندیس باشه اندیس آن نشان دهنده مسافت بین مبدأ و مقصد میشه. در غیر این صورت هیچ مسیری بین مبدأ و مقصد موجود نمی باشه. همچنین برای پیدا کردن مسیر میتونیم از اندیس دیگری برای هر رأس در نظر گرفته بشه که نشان دهنده رأس قبلی در مسیر طی شده است. بدین ترتیب پس از پایان الگوریتم با دنبال کردن رؤوس قبلی از مقصد به مبدأ کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه پیدا میشه. در حین اجرای الگوریتم دو چیز به طور ضمنی نگهداری میشه. یکی مجموعه S از رأسایی که وزن کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ آنها مشخص شده و دیگری دنباله دی ویه که برای هر رأسی مثل V مقدار دی وی برابر وزن کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ تا V است به شرطی که تمام رأسای این مسیر به جز V از رؤوس داخل S باشند. S همونطور که قبلا عرض کرده بودیم در ابتدا تهی و مقادیر D برای همه رؤوس به غیر از مبدأ بی نهایته و مقدار اون برای مبدأ 0 قرار داده میشه. الگوریتم در هر مرحله رأسی خارج S را که D برای آن کمترین است رو انتخاب و مجموعه S اضافه میکنه و سپس مقادیر D را برای رؤوس همسایه آن رأس آپدیت میکنه. در صورتی که نیاز به تشکیل درخت کوتاه‌ترین مسیر باشه الگوریتم بایستی دنباله P را که P V پدر رأس V است و در درخت کوتاه‌ترین مسیر به همراه دنباله D آپدیت کنه. در آخر هم شبه کد مربوط به این الگوریتم را مشاهده میکنید. این الگوریتم یک گراف مثل گراف G رو به عنوان ورودی میگیره و دو دنباله D و P رو به عنوان خروجی برمیگردونه. دنباله D شامل درجه هر رأس پس از اتمام الگوریتم
و دنباله پی شامل رؤوس کوتاه‌ترین مسیر تا رأس مقصد می باشد. در ابتدا درجه هر رأس بی‌نهایت و درجه رأس مبدأ صفر و همچنین پی هر رأس نال می باشه، یعنی هیچ پدری نداره. از اولین رأس مارک نشده شروع میکنه و مجموعه طول یال اضافه درجه رأس قبلی با درجه رأس مورد نظر مقایسه میکنه. اگر این عدد از درجه اون رأس کوچیکتر بود، درجه رأس مورد نظر رو آپدیت میکنه. همچنین پدر رأس مورد نظر رو رأس قبلی اون قرار میده و این عملیات رو برای همین رأس انجام میده تا به رأس مقصد برسه. پس از رسیدن به رأس مقصد از الگوریتم خارج میشه.